خلاف‌های مدرسه‌ای دهه‌های مختلف. دهه 60 خلاف سنگین یه دهه 60 این بود که موهاش 2 سانت بلندتر از معیار باشه، یا جوراب سفید بپوشه، مشقش رو با خودکار آبی بنویسه، ابرو سیبیل برداره، شلوار جین بپوشه، آینه ببره، پنجه بوکس و ادوات دعوا و شوخی‌های باد و بود دار و صدایی که از سر کلاس میگفت هر کی نگه آلبالو. دهه 70 با ورود دهه 70 به مدارس 7 از خلاف به خلاف‌های قبلی اضافه شد. گوشی و سی دی، بخارهای سمی تای کلاس، ماجراهای عاطفی مخفی. ببخشید آقا، شما زن داری؟ کتاب مبتکران، گانگستر بازی، ترکوندن، باد کردن، شایعات مدارس دخترونه، ادای دود و دم، حتی خود دود و دم و همچنان شلوار جین، ابرو سیبیل، موی بلند روی سیاه، ناخن دراز. دهه 80 تو این دوران از گنگ بودن پسران کاسته و به دختران افزوده شد. رنگ کردن موها، تنگ کردن لباس فرم، کلیپسای حجیم و عجیب، لیزر بازی، ادوات ژیگولاسیون، تقلبایی که به عقل جن هم نمیرسید، گوشی که بماند و تریپ BTS فن و همچنان شلوار جین، ابرو سیبیل، موی بلند روی سیاه، ناخن دراز. دهه 90 برای این دهه مدرسه شوخی بیش نیست. با اومدن کرونا بهونه‌ها خلاقانه تر شد. طرح درس معلمان هم به همون نسبت خلاقانه شد. این ماشینم حرکت نمیکنه خانم. اینا هر کدوم برای خودشون حداقل یه آنلاین شاپ دارن. اونا از هیچ کس و هیچی نمیترسن. اخراج از خداشونه. با این حال خلافشون همچنان شلوار جین، ابرو سیبیل، موی بلند روی سیاه، ناخن دراز. شما چه خلافی تو مدرسه‌تون رواج داشت؟ خودتون چه خلافی می‌کردین کلکا؟